اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگل خوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 5 اکتبر چنینند: احزاب مخالفی حکومت قرغیزستان به شهرهای این کشور برآمده طلب دارند که نتیجه های انتخابات پارلمانی از اعتبار ساقط دانسته شود. حرکت به سمت مقابل و یا سدمای مرگبور در مرکز شهر خوجند با شرکت 2 افسری کارهای داخلی. تلاش فتح قلعه‌های بلند از سوی دختران افغان. آنها نگرانند که طالبان دیگر باره امکانیت‌هایشان را محدود نکنند. بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم. دیروز در انتخابات قرغیزستان 16 حزب و جنبش سیاسی برای صاحب شدن به کرسی‌های پارلمانی مبارزه بردند. اما ظاهراً این معرکه سیاسی نتوانست اختلاف در جامعه قرغیزستان را از بین ببرد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را عبور کردند. حزب‌های پیروزی نزدیک به پرزیدنت رو به روسیه قرغیزستان است و اعلان نتیجه آوازدهی احزاب مخالفی ناراضی را به گردهمایی کشید. اسکندر خوجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. روز دوشنبه طرفداران یک عده حزب‌های سیاسی قرغیزستان در مرکز شهر بیشکک گردهمایی دایر نموده طلب کردند که نتیجه‌های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر از اعتبار ساقط شود. بیش از 1000 هواداران 5 حزب سیاسی، حزب سوسیال دموکرات، حزب چانگ قزت، حزب وطن انتماقی، حزب بیگبال و حزب رفرما در میدان الاتاوی بیشکک جمع شدند. آنها اصرار می‌ورزند که در آوازدهی روز یکشنبه تقلب گسترده، خریدن آواز و دیگر نوعی پایمال نمودن قانون جای داشت. 2 حزب بزرگ مخالف حکومت اوتمکان و حزب رسپوبلیکا هم تصمیم گرفتند امروز گردهمایی اعتراضی تشکیل کنند. مخالفین همچنان وعده دادند که طرفدارانشان را در دیگر شهر و ناحیه‌های این کشور به کوچه ها میبرارند. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان حزب‌های جانبدار پرزیدنت رو به مسکو این کشور سارانبای جیمبکوف اکثر آوازها را به دست آوردند، اما مخالفین حکومت با اشاره به پایمالشوی قانون از اعتراف آن خودداری می‌کنند. طبق نتیجه‌های پیشکی شمارش آوازها 4 حزب مره 7% را عبور نموده به پارلمانت قرغیزستان یا خود جاگورکو کنش که از 120 کرسی عبارت است راه می‌یابند. در جای اول حزب بیریمدیک با نزدیک به 24.5% رای‌ها و در جای دوم حزب مکانم قرغیزستان با نزدیک به 24% آوازها جایگیر شدند. حزب قرغیزستان با نزدیک به 9% آوازها در جای سوم و حزب ملتگرای بوتون قرغیزستان با کم بیش از 7% رای‌ها در جای 4 قرار دارد. 12 گروه باقی مانده کمتر از 7% آوازها را به دست آورده از اشغال کرسی‌ها در پارلمان محروم شدند. آنها اصرار می‌ورزند که حزب بیریمدیک صادق به پرزیدنت جیمبکوف ذخیره‌های مأموری را برای پیشبرد نامزدهایش استفاده برده است. بیریمدیک این عیبنامه را قبول ندارد. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان بیش از 56.5% رای دهندگان اشتراک کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته در شهر خوجند سدماи مدهش به عمل آمد. در روی پل کهنه که ساحل چپ شهر را با مرکز می‌پیوندد شبانگاه یک بار چند ماشین به هم برخورد. صدمه قربانی در پی داشت، چند کسی دیگر مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته. همکار ما فرزان محمدی شاهدی به واسطه صدمه فاجعه بار بود. گزارش را کیومرثیت تقدیم می‌کند. شب شنبه روز 3 اکتبر ساعت 22 در روی پل اسماعیل سامانی معروف به ماست کهنه شهر خوجند 5 ماشین به هم برخورد که این صدمه باعث هلاکت دست کم 1 نفر و آسیب برداشتن چند تن دیگر شد. اکبر شریفوف سخنگوی ریاستی وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 5 اکتبر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت در این صدمه بهرام عظمتوف ساکن 33 ساله شهر خوجند و کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت با اتوماشین تمغه جیپ مرسدس بنز GL رقم دولتیش 0174 به سمت مقابل برآمده به اتوماشین اکبر غفارزاده ساکن 32 ساله شهر خوجند کارمند شعبچه کافتکاو جنایی شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند با تمغه مرسدس بنز رقم ترانزیتیش 4055 برخورده است که در نتیجه دومی با جراحت‌های وزنین در جای حادثه به هلاکت رسید.
4 نفر دیگر از این حادثه برای معاینه طبی به بیمارخانه انتقال داده شدند و چگونگی وضع سلامتی آنها دیرتر معین خواهد شد. مسئولین این نهاد به طور دقیق نگفتند که بهرام عظمتوف در نهاد تابع آنها چی وظیفه دارد، ولی به نوشته برخی از رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی، بهرام عظمتوف در شعبه بازرسی دولتی افسری ولایت سوخت مسئولیت دادن رقم‌های دولتی را بر دوش دارد و از کارمندان پرنفوذ این نهاد به شمار می‌رود. همچنین در این تصادم باز 2 مرسدس بنز و یک نقلیات تمغه نکسیا نیز آسیب جدی تکنیکی دیدند. به گفته اکبر شریفوف، نقلیات تمغه نکسیا بر راننده رحیموف عبدالقیوم سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند با رقم دولتی 0703 و یک مرسدس بنز با رقم دولتی 1111 به ساکن 23 ساله شهر خوجند تعلق داشت. ولی حالا اسم 2 نفر راننده گفته نشده است و به گفته مسئولین در صورت معلوم گردیدن سبب و عامل‌های صدمه تفصیلات نشر خواهد شد. به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت، طی ماه سپتامبر در راه‌های ولایت 31 صدمه نقلیاتی رخ داده باعث مرگ 19 نفر و جراحت برداشتن 24 تن دیگر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. امروز در تاجیکستان روزی زبان دولتی رو جشن میگیرند. با وجود آنکه قانون زبان تاجیکی تقریبا 13 سال پیش قبول شده است، بحث و اطراف املا و پیشنهاد و تلاش‌ها برای اصلاح آن سالها باز ادامه دارد. این کوشش‌ها از آنجا نیز منشأ میگیرند که در مطبوعات شکل‌های گوناگونی نوشت و استفاده به معیاری کلمه‌ها از زبان‌های دیگر به اوج خود رسید. صاحب نظران میگویند که در فناوری‌های نوین نیز تاجیکان وادار میشوند از اصطلاحات زبان‌های غیر کار بگیرند. اطراف این موضوع با رادیو صوفی در گزارشش صحبت میکند. با گذشت 31 سال از قبول قانون زبان دولتی و رشد با سرعت فناوری‌ها، هنوز هم استفاده واژه‌های فناوری در تاجیکستان یکسان نیست. با قول برخی از کارشناسان هم در شرایطی که فناوری‌های همه‌روزه رشد می‌کند، وجود چوارچوبه برای استفاده واژه‌های فناوری‌ها ضرور نیست. با راه هر قدر که طرفداران این یا آن ترجمه بسیارتر محتوا استحصال کنند، بسیارتر محتوای با صفت استحصال کنند که در بین مردم آن پهن شود، همان قدر همان ترجمه بسیارتر زبان زده می شود، بسیارتر در فکر و مفکوره انسان جا می گیرد. برای همین در اینجا یگان قانون و قاعده قبول کردن ضرور نیست و در کار هم نیست. اینجا باید آزادی باشد. با گفته کارشناسان، اکثر اصطلاحات فناوری‌ها با شیوه‌های مختلف به زبان تاجیکی ترجمه و پهن شده است که کاربران را در بسیار مورد به اشتباه و نافهمی میبرد. با منظور این مشکل، اکثر استفاده برندگان واژه‌های فناوری شکل انگلیسی و حتی روسی آن اصطلاحات را به کار میبرند. چنین لغت‌ها علاقه موجودند، یعنی چنین لغت‌ها را علاقه ساختگی هستند. آنها در اینترنت به طور رایگان دسترسی همگان است، اما از کدام سبب آن را استفاده نمیبرند؟ چون که محتوا با زبان تاجیکی کم است. تحلیلگران بر اینند که برای ساختن واژه‌نامه‌های کامل اصطلاحات فناوری‌ها همزمان با زبانشناسان باید متخصصان این بخش مهم علم و فناوری شرکت کنند. همزمان با گفته آنها آموزش اصطلاحات فناوری‌ها با زبان تاجیکی باید از مکتب شروع شود. من همچون شهروند تاجیکستان که زبان مادری و زبان دولتی تاجیکی هست و یگانه زبانی که من میدونم، همچون مکتب بچه فرض کردیم، اگر دسترسی به این تکنولوژی با زبانی خوبی مادری هم داشته باشم، درکی تکنولوژی ها البته در سینی مکتبی در من پیدا می شود و تا زمانی که من کارشناسی ساحه گوناگون می شوم، البته میدانم که مفهوم هدف این تکنولوژی چیست از نامش. با قول عطایف، در حالی که وزارت معارف استفاده تلفن‌های هوشمند و پلنشت‌ها را در مکتب‌ها منع کرده است، کودکان اصطلاحات و استفاده این فناوری اطلاعاتی را از کوچه می‌آموزند. و حتما که آموزش در دایره مکاتبی، در دایره مؤسسه رسمی صورت نگرفت، او دانش اندوخته و تجربه اندوخته کاسته می باشد یا
пурра намебошад. коршиносон таъкид мекунанд ки истилоҳоти фановариҳо бояд аз забони асл тарҷума ва дар вожаномаҳои ба корбарон пешниҳод шавад. зеро тарҷумаи ин истилоҳот аз забони дуввум метавонад муҳтавои маҳдуд дошта ва ба таври комил мазмунро ифода накунад. меравем ба афғонистон. як рӯ аз бонувони номҷӯи афғон мехоҳанд баландтарин қуллаи афғонистон ва ҷаҳонро фатҳ намуда ба аҳли олам нишон бидиҳанд ки аз дасти онҳо низ қаҳрамонӣ меояд. яке аз ин духтарони шуҷоъ Фотима Сулаймонӣ аст, ки чандин қуллаи афғонистонро ҳамроҳ бо тимаш фатҳ кардааст. дар ҳоле ки ӯ ва дугонаҳояш аз музокироти сулҳ бо толибон интизороти зиёд доранд, боз ҳам ташвишашон аз ин аст ки дар музокирот ҳуқуқи занон нодида гирифта нашавад. кӯҳнаварди 18 сола аз шаҳри Кобул Фотима Султонӣ тавонистааст 4 қуллаи мушкилгузари Афғонистонро фатҳ кунад. ҳоло ӯ ва гурӯҳи 9 нафараи кӯҳнавардони ҷавони афғон аз ҷумла 3 духтар нақша доранд қуллаи Мирсамирро дар баландии 5809 метр фатҳ кунанд. ин қулла дар кӯҳҳои Ҳиндукуш воқеъ мебошад. баъд аз ин кӯҳнавардони ҷавон мехоҳанд барои фатҳи баландтарин қуллаи рӯи олам эверест ва ё ҷомолунгма ба Непал сафар کنند. خب ما هدف اصلی ما همی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سخت را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم. فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگوست او به فتح ناشک بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدری او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد. بله، به خاطر از این که مثلا ما با شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیرخمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمت‌های کرده از طریق طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته. ترجیح این واقعا جای نگرانی، من نگران هستم دیگه از این بار. در شب و روزی که تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری‌ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997 2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است. خواست ما از طالبان این است که وقتی که باز دوباره آمدن یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان، مانع دختران نشه که ورزش کنند و مثلا تا همه قدر که ما پیشرفت کردیم در طول این قدر سالا، مثلا ما اولین تیمایی هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخوایم که امید دستاوردی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همه قدر که ما پیش آمدیم یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، درس، تعلیم. ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته به آن که کی سر قدرت می آید به ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند. و در دوشنبه امروز مدیر شعبه نقصان‌های مادرزادی و اقتباسی دل مرکزی جراحی دلورک‌ها اکرام بولتابویف درگذشت. و یکی از بهترین جراحان قلب به شمار می‌رفت. دوستان و نزدیکان میگویند بولتابویف از ماه سپتامبر گرفتار ویروس کووید 19 شده بود و زیر دستگاه ایوئل و یا خود نفس‌دهی صنعی می‌خوابید. اکرام بولتابویف همگی 44 سال داشت. او جان صدها نفر خردسالان و کلانسالان را نجات داده است. در تاجیکستان او اولین جراحی بود که دل طفلی همگی 3 کیلو وزن داشته را جراحی کرد. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.